بستنی شکلاتی، شکلات تلخ 45 گرم، وانیل 1/8 قاشق چایخوری، شکر 40 گرم، خامه صبحانه 75 گرم، خامه قنادی فرم گرفته 75 گرم، شیر 150 گرم، زرده تخم مرغ، شکر و وانیل رو میزنیم تا فرم بگیره و کرم رنگ بشه. شیر رو به همراه شکلات تخته‌ای روی حرارت ملایم گاز قرار میدیم و مرتب هم میزنیم تا شکلات داخل شیر حل بشه. فقط در حدی که ملایم باشه. حواستون باشه که شیر نجوشه. وقتی شیر و شکلات مخلوط یک دستی شد، اون رو از روی حرارت برمیداریم و به زرده تخم مرغ که فرم گرفته قاشق قاشق اضافه میکنیم، همون جوری که گرم هستش. مواد رو کاملا مخلوط میکنیم. وقتی مواد یک دست شد، مجدد مخلوط زرده و شیر رو دوباره به ظرف برمیگردونیم. وقتی مواد رو به ظرف برگردوندید، روی حرارت ملایم قرار میدید و شعله خیلی کم، حدود 5 الی 10 دقیقه مرتب هم میزنیم. بعد از 5 الی 10 دقیقه که مواد غلیظ شد و هم زدیم، به اون زمان میدیم تا از حرارت بیفته. در این فاصله خامه صبحونه رو میزنیم تا از حالت لختی در بیاد و خامه قنادی رو هم قبلا باید فرم داده باشیم و داخل یخچال نگه میداریم تا مواد شکلاتی ما خنک بشه و از حرارت بیفته. مواد شکلاتی ما به این غلظت که رسید، شعله رو خاموش میکنیم. داخل ظرفی میریزیم تا خنک بشه. بعد از خنک شدن، خامه صبحونه رو بهش اضافه میکنیم و با همزن میزنیم. 1 الی 2 دقیقه. ما بین کار چندین بار همزن رو خاموش کنید و اطراف ظرف رو تمیز کنید. خامه صبحونه وقتی مخلوط شد، بعد خامه قنادی رو اضافه میکنیم. شما هم میتونید با لیسک هم بزنید، هم با همزن تا یک دست بشه. فقط خامه قنادی حتما باید فرم گرفته باشه. میزنیم تا مواد ما یک دست بشه. بعد که مواد یک دست شد، شکلات چیپسی یا بیسکویت اورئو مغزدار کرمی رو بهش اضافه میکنیم. من بیسکویت ها رو قبلا خرد کردم و با لیسک به بستنی اضافه کردم و هم زدم. وقتی شکلات چیپسی یا هر مغزی رو بهش اضافه میکنین، دیگه از همزن استفاده نکنین و با دست مخلوطش کنین. بعد هم مواد رو داخل ظرف دربسته قرار دادم و به فریزر انتقال دادم. حدود 1 الی 2 ساعت که گذشت، از فریزر در میارم و همش میزنم. همینجوری که توی فیلم میبینید. 1 ساعت گذشته و بستنی رو هم میزنم. من این کار رو 2 بار انجام دادم و این باعث این شد که بستنی من خیلی بافت خوب و کشسانی داشته باشه. بعد از اون هم بستنیم رو روی وافل کشیدم و با شکلات چیپسی و سس شکلات تزیین کردم. نوش جان.